اون چه که اسلام روی او حساسیت به خرج نمیدهد خود عقیده است، اما آثاری که در عمل اون شخص مترتب بر عقیده بشود و مخالف مصالح نظام اسلامی باشه، چرا در مقابل اونها حساسیت زیادی رو اسلام نشان میده. یعنی اگر این شخصی که عقاید حق را قبول ندارد بر طبق عقاید خود عمل بکند، اما اون عمل به حیثیت جامعه اسلامی، به امنیت جامعه، به سلامت جامعه، به یک پارچگی جامعه و به دیگر مصالحی که در این جامعه مورد نظر هست ضربه این نزند، اشکالی نداره، برای خودش بر طبق عقاید خودش عمل میکنه. مثلا در معابد خودشون، در کلیساهای خودشون حاضر میشن و اعمال دینی رو انجام میدن، اما اگر اعمالی بر طبق عقاید خودشون انجام بدهند که حیثیت جامعه رو، سلامت اخلاق در جامعه رو، یک پارچگی جامعه رو، استقلال جامعه رو و جهات گوناگونی را که دولت اسلامی برای یک جامعه در نظر میگیرد خدشه‌دار بکند، اینجا دولت اسلامی عکس العمل نشان میده و اونها رو از اون کار باز میداره و اگر اصرار کردن اونها رو مجازات خواهد کرد.